$100 زیاده، $100 زیاده. چجوری تو یه هفته $100 در بیاریم؟ چجوری میشه من به این عدد رسیدم و اما تو نمیتونی برسی؟ داخل این ویدیو بهت آموزش کاملش رو میدم، با اثبات برداشت بهت نشون میدم که من تونستم داخل یک هفته $100 و خیلی بیشتر بزنم تارگتم رو. ببینید بچه‌ها، این از اثبات برداشت اولی ویدیویی از یک سایت بسیار معتبر و آموزش دقیق به دقیقش رو بهت دادم. نکته به نکته رو بهت آموزش میدم. از این سایت میتونی ترون برداشت بکنی، کاملا رایگان میتونی این کار رو انجام بدی، فقط با روشی که من میگم میتونی رایگان داشته باشی درآمد، وگرنه پولی هستش و نمیتونی رایگان درآمد داشته باشی. اگه دقت بکنید من 5 تا صفحه برداشت دارم که بیشترین برداشتم همین 1441 ترونی هستش که نزدیک به تقریبا پارسال برداشت زدم. اما ببین چی دارم بهت میگم، این پول اگه امروز برداشت میزنم برابر با $403 بود، یا به عبارتی به تومن بخوام تبدیلش بکنم 66 میلیون تومن من میتونستم برداشت بکنم اگه امروز برداشتش میکردم. اما پارسال که این کار رو انجام دادم تقریبا نزدیک $100 شد و خب $100 اون موقع میشد 5 میلیون تومن. و اگه دقت بکنی چقدر تورم و دلار رفته بالا و میتونی که به درآمد دلاری داشتن راحت برسی. حالا این یکی از حسابای منه که 1700 تا هم بچه‌ها من زیر مجموعه گیری دارم و نزدیک به 7000 ترون هم از داخل این سایت من برداشت کردم. همه رو دیدین دیگه، با عکس و تصویر و ویدیو بهتون نشون دادم که اکانت خودم هم بود. اما جلوی چشم خودتون میخوام یک اکانت دیگه بزنم 0 تا 100ش رو با هم پیش ببریم و دوباره به این درآمدهایی که من داخل حساب قبلیم بهتون گفتم برسیم. فقط یه نکته رو باید توجه داشته باشید که من یک کاری کردم و با لینک رفرال خودم رفتم و نزدیک بچا 200 تا 300 تا اکانت ساختم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی 200 تا اکانت میسازی هی تمام میکنی که بیشتر بسازی و درآمد خودت رو بیشتر بکنی و این اصلا اون چیزی نیست که من بهتون میگم. تا آخر ویدیو رو نگاه بکن تا بهت راه حلش رو بگم که هیچ وقت بند نشی. خب همونطور که داری میبینی در بخش اول یک اسم، در بخش دوم ایمیل، در بخش سوم و چهارم رمزت رو میزنی و دوباره رمز خودت رو تکرار میکنی و روی گزینه کریت اکانت کلیک میکنی. تا اینجا نحوه ثبت نامش رو با هم پیش بردیم و اگه روی گزینه حالا زنگوله بالا سمت راست کلیک بکنیم و روی گزینه وریفای بزنیم، ما میخوایم حساب خودمون رو وریفای بکنیم. روی گزینه وریفای ایمیل میزنم و میرم و ایمیل خودم رو چک میکنم، چون یه لینکی اونجا برای من فرستاده که برای شما هم دقیقاً همچین لینکی رو میفرسته از تیم ترون کینگ که بچا من لینک این سایت رو داخل توضیحات ویدیو داخل کانال تلگرام که لینک کانال تلگرامو داخل توضیحات ویدیو برات میذارم، اونجا رو حتما چک بکن تا بهت بگم که چرا باید اونجا رو چک بکنی و حتما منو دنبال بکنی داخل تلگرام. همونطور که میبینی روی اون آدمکه اگه بزنم و روی گیم کلیک بکنم منو دوباره به همین صفحه برمیگردونه. روی گزینه فاسد میزنم و هر چقدر لول شما بالاتر باشه درآمد شما به صورت روزانه و ساعتی بیشتر میشه که اگه دقت بکنید الان لول من آیرون هست و نزدیک هر 1 ساعت کلیکی که بکنم 1/100 ترون برای من به دست میاره. یعنی من هر کلیکم 1/100 ترون به حسابم اضافه میکنه که با وریفای کردن ایمیلتون 10 تا چرخش یا 10 تا کلیک رایگان همون اول کار بهتون میده. تا اینجا همه چیز اوکی بود، همه چی به روال بود، عادی تمیز و همین کارا دیگه، کاری باش نداریم. و هر 1 ساعت یک بار شما میتونید کلیک بکنید و هر لولی که باشید، اگه لول مستر باشید شما هر کلیک 1 ساعتتون نزدیک 30 تا ترون بهتون میده و یک درآمد اصلا فوق العاده خوب حساب میشه که برای رسیدن به اونجا بچا پدرتون در میاد که حالا خدایی نکرده این اتفاقا میفته که اون خیلی کم سخته. حالا الان دقت بکنید من 1/10 یا 10 ترون دارم که میخوام بچه‌ها اینو من بیشترش بکنم با استفاده از یک بازی به نام ماینز که اگه روی این گزینه کلیک بکنم و من اگه تشخیص بدم که الماس ها زیر این حالا مربعایی که داری میبینی کدومشون الماسه، درآمد من به ترتیب بیشتر میشه که همونطور که داری میبینی من نصف سرمایه‌ای که الان داخل این حالا حسابم دارم رو استفاده میکنم و به ترتیب یک ستونی رو پیش میرم. بچه‌ها شما اگه خواستید این کار رو بکنید حتما سرمایه‌تون رو به 3-4 تا بخش تقسیم بکنید و حتما اینجوری امتحان بکنید که اگر بار اول باختید 2 یا 3 بار دیگه فرصت بازی کردن داشته باشید. تقریبا درآمد من 2 برابر شد و حالا 2 برابر که نه یک، حالا چون نصف حجم رو من بازی کردم تقریبا بگیریم همون 2 برابر و 13 سنت من الان ترون دارم. حالا درسته عدد زیادی نیست اما به اون عددهایی که من میخوام اگه گوش بکنی میخوام الان بهت بگم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله
داخله رو بزن، چون ویدیوهایی که دارم برات میسازم با اثبات برداشت و از همه مهمتر واقعی هستن و درآمد دلاری دارن. برای استفاده از لولتون که بتونید لولتون رو سریعتر بالاتر ببرید، همونطور که دیدید روبروی من نوشته بود 50، یا شما 50 تا ترون از دست بدید داخل این سایت یا 50 تا ترون برداشت بکنید، که من پیشنهادم این که 100 برداشت بکنید و لذتش رو ببرید و همینطور لولتون رو هم افزایش بدید. دقت داشته باشید بعضی از اون بازی ها هستن که شما همونطور که داریم میبینی با مقدار کم میرن. میدونم یکم طمع تو کار انسان هست، اگه خواستی بازی‌های دیگر رو انجام بدی حتما با خیلی بخش کمتری از حسابتون وارد بشید. اگه بریم سراغ قسمت افیلیت پروگرام، شما میتونید از اینجا لینک زیر مجموعه گیری خودتون رو بردارید و در اختیار دوستاتون قرار بدید و با ثبت نام کردنشون به شما نزدیک به 3 سنت ترون میده و به علاوه اینکه این درآمد رو به حساب شما واریز میکنه تا 50% از نصف درآمدی که رفیقتون به دست میاره رو، که مثلا میگم رفیقتون کلیک میکنه و 30 تا ترون به دست میاره، حالا 30 تا ترونی که به دست آورد چیکار میشه؟ 15 تاش به شما میرسه. یعنی هم رفیقتون 30 تا رو برده، هم به شما از این طریق 15 ترون میرسه. پیشنهاد میکنم حتما از طریق زیر مجموعه گیری فعالیتتون رو انجام بدید. من با استفاده از زیر مجموعه هایی که گرفتم تونستم در طی یک سال 7000 تا ترون برداشت بزنم، که اگه این 7000 تا رو من تقسیم به 7 بکنم، یعنی ماهی 1000 تا، تقریبا ماهی $300 درآمد من در طی سال 2025 و حالا یکم از اواخر 2024 بود. و شما میتونی از بخش فاست هم درآمد داشته باشی که بهترین بخشش بخش تایم وال هست، که حتما پیشنهاد میکنم دیگه من چون ویدیو طولانی میشد بررسیش نمیکنم. اگه دوست داشتید لایک و کامنت این ویدیو خیلی خوب بود و داخل کامنت ها راضی بودید، میام و بخشای بعدی رو بهتون معرفی میکنم. برای زیر مجموعه گیری هم بچه‌ها من لینک چنل تلگرام رو داخل توضیحات ویدیو میذارم، اونجا وارد میشی. من یه روش فوق العاده خفن رو داخل کانال تلگرام بس میگم که اینجا نمیگم، چون میگم برید آقا داخل کانال تلگرام، اونجا راحت‌تر میتونید با هم صحبت بکنیم. اما برای برداشت کردن از داخل این سایت جذاب شما میتونید روی اون گزینه بالا، روی گزینه کیف پول قرمز کلیک بکنید و از این قسمت با بخش دپوزیت هیچ کاری نداریم و شما اصلا پولی رو داخل این سایت ها واریز نمی کنید. با دلار 165000 تومان روی گزینه ویدراو کلیک میکنیم. در بخش اول همونطور که داری میبینی ما آدرس ترون خودمون رو وارد میکنیم، صرافی میخواد باشه، کیف پول میخواد باشه، هر چی میخواد باشه و مقداری که هستش رو وارد میکنیم که مینیمم حالت برداشت این سایت 15 ترون هستش، که بسیار آسون میتونی برداشت بکنی. هر 10 تا ترون برابر با $2 نهایتا $3 میشه در طی روزهای آینده و شما میتونی یک درآمد فوق العاده روزانه 500-600 هزار تومان رو داشته باشی. برای ارائه خدمات بیشتر چنل تلگرام من رو داشته باشید و حتما نظرتو برام کامنت کن. تمام لینکایی که نیاز داری توضیحات ویدیو رو چک کن. خدافظ.